به نام خداوند جان و خیرت که زو برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود دوستان عزیز. به خاطر خواهش درخواست شما خواستیم امروز در مورد چگونه خواندن نماز عید با شما صحبت داشته باشیم. خب اولا نماز عید واجب است در مذهب امام اعظم برای هر یک نفری که برای اون شخص نماز جمعه واجب است. یعنی شما اگر در منطقه قرار دارید که شروط جمعه در اونجا پیدا می شود، براتون نماز جمعه خواندن واجب هست، پس برای شما گزاریدن نماز عید واجب می گردد. به خاطر که در یک وضعیت کرانتینی قرار داریم، شاید در بعضی منطقه ها نماز جمعه گزاریده نشده است. بنابراین دقت دادن لازم که شاید به همین خاطر به خاطر ازدحام مردم جمع نشدن در یک جا، شاید نماز عید رو نیز منع کنند و گزاریده نشود. بنابراین شما در خانه تنها نماز عید گزاریده نمیتونید، چگونه که نماز جمعه در خانه تنها گزاریده نمیتونید. اکنون پیش از آنی که نماز عید میگذاریم، سحری که وقتی میخیزیم نماز عید میشود، چیکار کردن خوب است؟ باید چی کارها را انجام دهیم؟ در اینجا بعضی علما تقریبا 15-16 عملی را ذکر کرده هستند که مستحب است، بعضی اینها سنت است، یعنی انجام دادن این کارها. من سریعا یک چند عمل خوب اینها را من براتون قید میکنم. اولا کاری که میکنیم باید غسل کرده شود، چون که برای ما غسل روزی نماز عید رمضان و عید قربان سنت است. یعنی سحر انسان وقتی که میخیزد برای نماز عید خواندن میتواند که غسل کند. این غسل شاید پیش از نماز فجر یعنی بامداد باشد و یا بعد از بامداد، هیچ فرقی ندارد. شما همون روز غسل کرده روید خوبتر است، سنت است. یعنی بعد از غسل مستحب است که این مسلمان مسواک گیرد، یعنی دهانش را تازه کند، به خاطر که ازدحام است در بین مردم. اگر وقتی که حاضر می شود بوی دهانی بد وی به دیگران اذیت نرسد. بعد از مسواک گرفتن باید خوشبویی کند، یک عطر یا خوشبویی که داشته باشد استفاده برد و بعد از خوشبویی بهترین لباسش را پوشد، زیباترین لباسش را پوشد روز عید، چون که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جامه داشتن، لباسی داشتن که در نمازهای عید و در روزهای جمعه می پوشیدند و نزد مردم حاضر می شدند. خب بعد از آنی که این کار را انجام میدیم، مستحب است که یگان چیز خورده شود. یعنی در نماز عید قربان ما تا اگر نماز عید قربان ادا نکنیم، یگان چیز ما تناول نمیکنیم. اما در نماز عید رمضان خوب است که پیش از نماز عید رمضان گزاریدن ما یگان شیرینی، شاید خرما باشد یا که یگان میوه دیگر تناول کنیم، خوریم. اکنون بعد از این کارها ما حاضر میشویم به نمازگاه. ساعت و وقتی نماز عید گزاریدن، هر یکی ما در کدام منطقه که قرار داریم میتوانیم که از همون منطقه، از همون مساجدی که خب نماز عید گزاریده میشود، وقتی اون نماز عید رو ما چیکار کنیم؟ پرسان شویم. خب اکنون نماز عید چگونه گزاریده می شود؟ خب اولا نیت میکنیم، ما اقتدا میکنیم به ملا امام. خب چون که نماز عید تنها گزاریده نمی شود، اقتدا میکنیم ما بر ملا امام و اول یک تکبیر میگیم، تکبیر تحریمه، الله اکبر میگیم، دستا را میبندیم، سبحانك اللهم میخونیم. این اولین تکبیر تحریمه بود. بعد از این ملا امام باز 3 تکبیر دیگر میگه. الله اکبر، هر یک تکبیر دستا را میبرداریم، الله اکبر، الله اکبر، دستا را میبندیم. ملا امام الحمد میخوند، سوره فاتحه و یک سوره دیگر زمین سوره میکند. همین خطی ما خب چیکار میکنیم؟ رکوع میرویم، سجده میکنیم و میخیزیم برای رکعت دوم. در رکعت دوم ملا امام اول سوره فاتحه میخوند، بعد یک زمین سوره میکند، یگان سوره دیگر بعد سوره فاتحه میخوند و بعد از زمین سوره کردن 4 تکبیر میگه. یعنی 4 بار دیگر ما الله اکبر میگیم، دستا را میبرداریم. هر یک بار برداشت کنیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. 3 بار برداشتیم، در تکبیر 4 الله اکبر میگیم، بر رکوع میرویم. یعنی تکبیر 4 برای رکوع است و همین طریق بعد از رکوع به سجده میرویم و نماز ما دیگر باقی مانده نماز به همون شکلی که هست، یعنی تحیات خونده میشود، درودها فرستاده میشود و اللهم اغفر لی میخونید و سلام میگید. نماز عید ما به همین خاتمه مییابد. امیدوار هستم که ان شاء الله براتون یک
منفعتی از این نوار رسیده باشد. سبحانك اللهم و بحمدک و نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک.